دوستای گلم سلام. امروز اومدم براتون کتاب مغازه خودکشی نوشته ژان تولی رو بخونم. داستان در زمان و مکان نامشخصی اتفاق میفته. دوره آخرالزمانی که انسان‌ها بسیاری از منابع طبیعی رو نابود کردند. زمانی که دیگر گلی نیست و هوا بسیار آلوده است. خودکشی عادی و شادی غیر عادی است. مردم افسرده و مالیخولیایی برای پایان دادن به عذاب زندگیشون به مغازه خودکشی میان و خانواده تواچ صاحبان مغازه خودکشی تمام تلاششون رو در خدمتگزاری به مشتری انجام میدن. در مغازه خودکشی برای پایان دادن به زندگی همه چیز پیدا میشه. تجارتی منتهی به مرگ. امور بر وفق مراد خانواده تواچ میگذره تا اینکه آلن به دنیا میاد. جالبه که اسم تک تک این خانواده تواچ نمایانگر یک شخصیت تاریخی هستن. میشیما یادآور یوکیو میشیما، نویسنده و شاعر سرشناس ژاپنیه که 3 بار نامزد جایزه نوبل ادبیات شده، اما توی سال 1970 به یه روش سنتی خودکشی میکنه. نام ونسن پژواک ونسن ونگوگه که در نهایت با شلیک یک گلوله به قلب خودش خودکشی میکنه. نام مرلین یادآور مرلین مونروه که بازیگر معروف آمریکاییه که در اثر مصرف قرص‌های خواب‌آور به خواب ابدی میره. و آلن تداعیگر نام آلن تورینگ، دانشمند و ریاضیدان نابغه انگلیسیه که در اواخر عمر افسرده میشه و در نهایت با یک سیب آغشته به سیانور به زندگی خودش پایان میده. اگر پیشنهادی برای خوندن یک کتاب خاص دارید، حتما برام بنویسید. بخش اول. نور آفتاب اصلاً درون این مغازه کوچک رخنه نکرده بود. تنها پنجره مغازه سمت چپ در ورودی با کاغذ و مقوا پوشیده شده و یک لوح اعلان هم روی دستگیره در آویزان بود. نور لامپ‌های مهتابی سقف روی پیرزنی افتاده بود که داشت به سمت بچه‌ای میرفت که در کالسکه‌ای خاکستری بود. داره میخنده. مغازه‌دار زن جوانتری که کنار پنجره رو به صندوق نشسته بود و حسابهایش را بررسی میکرد با اعتراض گفت: پسر من میخنده؟ نه خیر خانوم، فقط داره شکلک در میاره. آخه چه دلیلی داره توی این دنیای نکبت لبخند بزنه؟ بعد دوباره سر حساب و کتابش برگشت، ولی پیرزن همچنان دور کالسکه بچه میچرخید. قدمهای ناشیانه و عصایش او را مضحک جلوه میداد. چشمانش آب مرواری داشت، ولی آن چشمهای تیره و غمگین به آنچه دیده بود یقین داشت. مادر بچه که روی پیشخوان خم شده بود گفت: من که شاخ در میآورم اگر همچین چیزی ببینم. سابقه نداشت توی خانواده تواچ کسی لبخند بزنه. زن گردنش را که مثل گردن قاز بود بالا کشید و داد زد: میشیما، بیا اینجا. دریچه یک کف مغازه دهن باز کرد و کله تاسی بیرون پرید. بله، چی شده؟ میشیما تواچ یک کیسه سیمان دستش بود. از انبار زیرزمین بیرون آمد و کیسه را روی کف موزاییک مغازه گذاشت. این مشتری ادعا میکنه که آلن خندیده. لوکریس، داری درباره چی حرف میزنی؟ گرد و خاک آستینش را تکاند و قبل از اینکه نظری بدهد به سمت بچه رفت و نگاه مشکوک و ممتدی به او انداخت. در حالی که دستانش را جلوی دهانش تکان میداد گفت: باید خسته باشه که قیافش اونجوری به نظر رسیده. آدم گاهی این حالت رو با خنده اشتباه میگیره. فقط یک شکلک بوده. سپس سقف کالسکه را کشید و برای پیرزن توضیح داد: ببینید، اگه گوشه دهنش رو به سمت چونش بکشم باز هم نمیخنده. قیافش مثل قیافه فلاکتبار برادر و خواهرش موقع تولدشونه. مشتری گفت: ببینم. مغازه‌دار دستش را از روی صورت بچه برداشت. مشتری با تعجب فریاد زد: اینهاش، خودت ببین، داره میخنده. میشیما بلند شد. دستی به سینه‌اش کشید و با تندی گفت:
خب حالا چی احتیاج دارید؟ یه طناب میخوام که خودم رو حلق‌آویز کنم. خیلی خب، سقف خونتون بلنده؟ نمیدونید؟ از قفسه طناب دار را پایین کشید و ادامه داد. 2 متر کفایت میکنه. گره خیلی خوبی هم روشه. فقط باید سرتون رو قشنگ توی حلقش جا بدید. پیرزن وقتی داشت حساب میکرد باز نگاهی به کالسکه انداخت. آدم وقتی لبخند یه بچه رو میبینه قلبش آروم میگیره. میشیما به سطوح اومد و با دلخوری گفت بفرمایید دیگه، برید منزل، الان کار مهمتری هست که باید انجام بدید. پیرزن بیچاره زیر آسمان گرفته و عبوس شهر طناب را روی یک دوشش انداخت و راهش را گرفت و رفت. مغازه‌دار به داخل مغازه‌اش بازگشت. وای، راحت شدیم. عجب کنه‌ای بود. حرف خودش رو میزد. خانم تواچ همچنان پای صندوق ایستاده بود و نمیتوانست چشم از کالسکه بچه بردارد. کالسکه تکان میخورد و جیر جیر صدایش با طنین خنده بچه میآمیخت. آقا و خانم تواچ مات و متحیر به یکدیگر نگاه کردند. لعنتی. آلن، آخه چند بار باید بهت بگم؟ وقتی مشتریامون از مغازه خرید میکنن بهشون نمیگیم به زودی میبینمت. ما باهاشون ودا میکنیم چون دیگه هیچ وقت بر نمیگردن. آخه کی اینو تو کلت فرو میکنی؟ لوکریس تواچ با عصبانیت کاغذی را پشت خود در دستان گره کردش پنهان کرده بود که با تکانهای عصبی او میلرزید. بچه کوچکش روبروی او ایستاده بود و بشاش و مهربان نگاهش میکرد. خانم تواچ خم شد و با لحن سرزنش‌آمیز محکم‌تری گفت و یه چیز دیگه، این جیک جیک کردن تو تموم کن. وقتی یکی میاد اینجا نباید بهش بگی صبح بخیر. تو باید با لحن یه بابا مرده بهشون بگی چه روز گندی مادام. یا مثلا بگی امیدوارم اون دنیا جای بهتری براتون باشه موسیو. خواهش میکنم لطفاً این لبخند مسخره رو هم از روی صورتت بردار. میخوای یه لقمه نون رو از همون بگیری؟ آخه این چه رفتاریه که وقتی یکی رو میبینی چشماتو میچرخونی و دستاتو میبری پشت گوشتو تکون میدی؟ فکر کردی مشتریا میان اینجا لبخند ابلهانه تو رو ببینن؟ واقعا میری رو مخم. مجبورمون میکنی پوزه بند بهت ببندیم. خانم تواچ از دست آلن به شدت عصبانی بود. او زنی بود با قدی متوسط و حدوداً 50 ساله. موی قهوه‌ای خوشحالت و کوتاهی داشت که پشت گوش جمعشان میکرد و طره روی پیشانیش نوعی تراوت زندگی به او میبخشید. درست مثل موی مجعد طلایی آلن. زمانی که مادرش سرش داد میزد، مویش به عقب میرفت. انگار باد پنکه به آن میخورد. خانم تواچ کاغذی را که پشت خود پنهان کرده بود در آورد و گفت این چه جور نقاشیه که از مهد کودک آوردی خونه؟ با یک دستش نقاشی را گرفته بود و با انگشت اشاره دست دیگر روی کاغذ میکوبید. جاده‌ای که به یه خونه میرسه با یه در و پنجره باز زیر آسمون آبی. یه خورشید گنده هم اون بالا داره میتابه. حالا بگو ببینم چرا هیچ آلودگی و ابر گرفته‌ای توی این آسمون نیست؟ پرنده های مهاجر که روی سرمون خرابکاری میکنن و ویروس آنفولانزا پخش میکنن کجا هستن؟ تشعشعات هسته‌ای کو؟ انفجار تروریستی کو؟ نقاشی تو واقع گرایانه نیست. برو ببین ونسان و مرلین وقتی همسن تو بودن چی میکشیدن. لوکریس به زحمت خود را از میان قفسه هایی که رویشان بطری های طلایی کمرنگی بود رد کرد. از جلوی پسر بزرگش عبور کرد. ونسان 15 ساله و لاغر بود و داشت ناخن‌های دستش را می‌جوید. سرش با بانداژ پارچه‌ای پیچیده شده بود. کنار او مرلین روی چارپایه زانوی غم بغل گرفته بود.
12 ساله و چاق بود. چنان خمیازه‌ای کشید که انگار می‌تواند جهان را ببلعد. میشیما کرکره فلزی را پایین کشید و شروع کرد به خاموش کردن لامپ‌های مهتابی. خانم تواچ کشوی زیر صندوق را باز کرد و دفتر حساب و کتاب را بیرون کشید. داخل دفتر 2 برگ کاغذ بود. آنها را باز کرد. ببینین نقاشی مرلین چه غم انگیزه. این یکی رو نگاه کن که ونسن کشیده. میله هایی روبروی یک دیوار آجری. هنوز هم دوستش دارم. این پسر معنی زندگی رو درک کرده. ممکنه پسر بدبخت بی اشتهایی به نظر بیاد که میگرن داره و خیال میکنه بدون بانداژ سرش جمجمش منفجر میشه. ولی اون بیشک هنرمند خانواده است. ونگوگ ماست. همچنان به تحسین ونسن به عنوان یک نمونه ارزشمند ادامه میداد. خودکشی تو خونشه. یک تواش واقعی. ولی تو آلن. ونسن که انگشت شستش را در دهانش کرده بود جلو آمد و خودش را توی آغوش مادر مچاله کرد. کاش میتونستم برگردم تو شکمت مامان. مادر بانداژ کرب ونسان را نوازش کرد و پاسخ داد درکت میکنم. بعد شروع به بازجویی از نقاشی آلن کوچولو کرد. این دختر لنگ دراز که کنار رودخونه داره ورج و ورجه میکنه کیه؟ پسرک 6 ساله پاسخ داد مرلین دیگه. مرلین با شانه های افتاده و پژمرده آرام سرش را بلند کرد. صورت و دماغ سرخش تقریباً زیر موهایش پنهان شده بود. خانم تواش با تعجب فریاد زد پس چرا اینقدر فعال و خوشگل کشیدیش؟ در صورتی که خودت میدونی اون همیشه میگه تنبل و زشته. به نظرم خیلی هم خوشگله. مرلین گوشهایش را گرفت. از چارپایه پایین پرید و جیغ زنان از پشت مغازه به سمت پله‌های ساختمان دوید. مادر مرلین فریاد زد بفرما، حالا هم خواهرش رو به گریه انداخت. پدر مرلین آخرین لامپ‌های مهتابی مغازه را خاموش کرد. خانم تواچ روی تخت دخترش مرلین نشسته بود و برایش داستان خودکشی کلئوپاترا را تعریف می کرد. وقتی کلئوپاترا ملکه مصر در سوگ آنتونی نشسته بود، تاجی از گل بر سر نهاد و به خدمتکارانش دستور داد حمام را آماده کنند. بعد از حمام کلئوپاترا غذای عیانی میل کرد. سپس مردی روستایی که سبدی در دستش داشت از راه رسید. هنگامی که محافظان از او بازجویی کردند که چه چیزی همراهش است، برگ‌های روی سبد را کنار زد و سبد پر از انجیر را نشان داد. محافظان از اندازه و زیبایی انجیرها متحیر شدند. مرد لبخند زد و به آنها مقداری از آن میوه داد. بنابراین به او اعتماد کردند و اجازه ورود دادند. مرلین دراز کشیده و به سقف چشم دوخته بود. به صدای زیبای مادرش گوش میداد. پس از نهار کلئوپاترا لوحی نوشت و آن را مهر و موم شده نزد اکتاویوس فرستاد. سپس همه خدمتکاران را جز یک پیشخدمت معاف کرد و در را بست. چشمان مرلین سنگین شده بود و نفسش آرامتر. وقتی اکتاویوس مهر لوح را گشود، درخواست کلئوپاترا را خواند که از او خواسته بود کنار آنتونی به خاک سپرده شود. آن لحظه از عمل کلئوپاترا آگاه شد. اول فکر کرد شخصا برای نجات جان او برود، ولی بعد تصمیم گرفت چند نفر را به سرعت برای رفع مشکل بفرستد. قاصدان سریع حرکت کردند، ولی وقتی به آنجا رسیدند محافظان را دیدند که حفاظت نمی کنند و اصلاً از چیزی خبر ندارند. هنگامی که در اتاق را گشودند، جسد کلئوپاترا را در ردای سلطنتی روی تخت طلایی یافتند. در آنجا خدمتکار او را دیدند که داشت سربند ملکه را مرتب می کرد. یکی از مردان با عصبانیت به او گفت چه زیبا خدمت کردی؟ چرمین؟
او پاسخ داد: بله، به راستی زیبا خدمت کردم و اکنون سر ملکه ای را می پیشم که به پادشاهان بسیاری خدمت کرده است. همانطور که کلئوپاترا دستور داده بود، افعی زیر انجیرهای سبد پنهان شده بود تا ناگهان به او حمله کند. ولی وقتی انجیرها را کنار زد، مار را دید و گفت: پس تویی؟ و دستانش را برای نیش خوردن برهنه کرد. مرلین که انگار هیپنوتیزم شده بود، چشمانش را باز کرد. مادرش موهایش را نوازش کرد و داستان را تمام کرد. 2 نقطه ریز جای نیش روی دستهای کلئوپاترا پیدا بود. هرچند اکتاویوس از مرگ کلئوپاترا ناراحت شده بود، روح بزرگش را ستایش کرد و او را با مراسمی با شکوه و شاهانه کنار آنتونی به خاک سپرد. آلن دم در اتاق نیمه باز خواهرش ایستاده بود و گوش میداد. اگه من جای اون بودم، از پوست اون ماره یه جفت دمپایی درست میکردم که مرلین باهاشون بره کنسرت کرت کوبین. لوکریس از خشم به خودش پیچید و با ترشرویی به بچه کوچکش نگاه کرد. برو توی اتاقت، کسی نظر تو رو نخواست. بعد بلند شد و به دخترش قول داد فردا شب داستان خودکشی سافو را برایش تعریف کند. که چطور به خاطر چشمان زیبای یک چوپان خودش را از صخره پایین انداخت. مرلین آب دماغش را بالا کشید و گفت: مامان، وقتی بزرگ شدم اجازه میدی برم دیسکو با پسرا برقصم؟ معلومه که نه. به حرفای داداش کوچولوت گوش نکن، مزخرف میگه. تو خودت همیشه میگی یه دختر چاق و گنده‌ای. واقعا فکر میکنی مردها حاضرن با یکی مثل تو برقصن؟ بی خیال، بگی بخواب و سر کن کابوس ببینی. اینجوری معقول تره. لوکریستواچ به اتاق خوابش رفت و کنار همسرش دراز کشید. ناگهان صدای زنگ پایین به صدا درآمد. میشیما آهی کشید و گفت: شب هم باید در خدمت ارباب رجوع باشیم. میرم ببینم کیه. در تاریکی راه پله غرغر کنان پایین رفت. لعنت به این سیاهی، هیچی نمیبینم. یه قدم اشتباه بردارم گردنم خورد میشه. آلن از بالای پله ها نظر داد. بابا، چرا به جای لعنت فرستادم به تاریکی یه چراغ روشن نمی کنی؟ خیلی ممنونم به خاطر نصیحتتون آقای همه چیزدان. با این حال به پیشنهاد پسرش گوش داد و لامپ راه پله رو روشن کرد و داخل مغازه رفت. وقتی به اتاق خوابش برگشت، زنش به بالش تکیه داده بود و مجله میخوند. زن پرسید: کی بود؟ گفت: نمیدونم، یه بیچاره‌ای که تفنگش گلوله نداشت. چیزی رو که دنبالش بود از توی جعبه مهمات پیدا کردم و بهش دادم. دیگه میتونه مغزش رو بترکونه. مغازه خودکشی بفرمایید. خانم تواچ که لباس سرخ خونی تن کرده بود، تلفن را برداشت و از تلفن کننده خواست گوشی را نگه دارد. یک لحظه گوشی آقا. و باقی پول مشتری زنی را داد که قیافه‌اش از نگرانی کج شده بود. او با پاکتی که نشانی مغازه خودکشی رویش بود، مغازه را ترک کرد. روی پاکت شعار مغازه چاپ شده بود: آیا در زندگی شکست خورده اید؟ لااقل در مرگتان موفق باشید. لوکریس با مشتری خداحافظی کرد و دوباره گوشی را برداشت. الو، موسیو چنگ شمایید؟ البته که به جا میارم. امروز صبح طعام خریدید. اینطور نیست؟ بله؟ شما میخواید که ما؟ نمیشنوم. احتمالاً تلفن همراه مشتری آنتن نمیده. ما رو به تشییع جنازتون دعوت کردید؟ واقعاً لطف کردید. ولی کی میخوای انجامش بدید؟
اوه، طناب دور گردنتونه؟ خب امروز که سه‌شنبه است، فردا چهارشنبه، پس تشییع جنازتون میفته پنجشنبه دیگه، درسته؟ اجازه بدید از شوهرم بپرسم. به پشت مغازه رفت و داد زد: میرشیما، موسیو چنگ پشت تلفنه. سرایدار مجتمع مذاهب از یاد رفته. آره همون. از همون میخواد که پنجشنبه توی خاکسپاری شرکت کنیم. این همون روزی نیستش که قرار بزرگا به شرکت مرگاوران بیاد؟ آها، پس اون پنجشنبه هفته بعده. خیلی خوب. دوباره گوشی را برداشت. الو، موسیو چنگ، الو. وقتی فهمید چه اتفاقی افتاده، تلفن را قطع کرد. هرچند طناب خیلی ابتداییه، همیشه مؤثره. باید باز هم بیشتر سفارش بدیم. مرلین بیا. مرلین تواچ 17 ساله شده بود. بی‌حوصله و شلوول، با سینه‌های بزرگ و خجالت زده از اندام پرش. تیشرت تنگی به تن داشت که رویش این شعار نوشته شده بود: زندگی می‌کشد. خیلی خشک و بیرمق گردگیری را در دستانش گرفته بود و لبه قفسه تیغ‌هایی را پاک می‌کرد که برای رگ زدن چیده شده بود. برخی از آنها زنگ زده بود. روی برچسب کنار آن نوشته شده بود: حتی اگر رگتان را عمیق نبرید، کوزاز خواهید گرفت. مادر به دخترش گفت: برو گل فروشی و یه تاج گل بگیر. یادت باشه کوچیک باشه. بهشون بگو روی کارتت بنویسن: برای موسیو چنگ مشتریمون، از طرف مغازه خودکشی. واسه ما تبلیغ خوبی میشه. یالا دیگه معطل نکن، بعدش میتونی تاج گل رو به نگهبان جدید قبرستون بدی. همیشه هرچی خرحمالیه مال منه. چه آدم بی خودیم. چرا نمیدی پسرات ببرن؟ ونسان توی اتاقش در حال اختراع کردنه. آلین هم بیرونه. رفته از آفتاب پاییزی خرکیف بشه. دنبال باد میدوه و با ابرها حرف میزنه. من که سر در نمیارم تو 11 سالگی و این کارها. حالا برو دیگه. مرلین تواچ به مردی که ته مغازه با پدرش حرف میزد نگاه کرد. چرا مشتری های خوشتیپ به هم نگاه نمی کنن؟ کاش جذاب بودم. واقعا چقدر ساده ای. فکر کردی مشتری ها میان اینجا با تو لاس بزنن؟ یالا باشو برو. مامان، چرا ما نمیتونیم خودمون رو بکشیم؟ 100 بار بهت گفتم چون نمیشه. پس کی مغازه رو بگردونه؟ ما خانواده تواچ یک وظیفه داریم. طبیعتاً وقتی میگم ما شامل حال آلن نمیشه. حالا دیگه برو. خیلی خوب باشه. خانم تواچ از پشت صندوق پیشخوان بیرون اومد. با دیدن دختر بزرگش که مغازه رو ترک میکرد دلش به لرزه در آمد. گفت: توپلوی بیچاره. من هم همسن اون اینجوری بودم. تنبل و قرقرو. تا روزی که میشیما رو دیدم فکر میکردم پخمم. دستش رو روی قفسه کشید و خاک اون رو پاک کرد. وقتی هم کار خونه انجام میدادم بازم گرد و خاک میموند. گردگیر رو برداشت و کار دخترش رو ادامه داد. با دقت تیغ‌ها رو بر می داشت و جای اونها رو تمیز می کرد. پایین راه پله که به آپارتمانشون منتهی می شد، میشیما در حال صحبت با یک مشتری قد بلند و هیکلی بود. اگر روش اصیل و مردونه می خواید، من بهتون هاراکیری رو توصیه می کنم. اینو به هر کسی پیشنهاد نمیدم چون طرف باید ورزشکار باشه. خب شما هم که مسلماً ورزشکار دیگه، درسته؟ ببخشید فضولی میکنم، شغل شما چیه؟ معلم ژیمناستیک. توی مدرسه مانترلند کار میکنم. آها، پس درست حد زدم. دیگه تحمل شاگردها و همکارامو ندارم. میشیما تاکید کرد. بله، گاهی سر و کله زدم با بچه ها دشواره. مثلا پسر کوچیکی من تو فکر نفت یا بنزین بودم. مغازه‌دار تاکید کرد. خودسوزی توی فضای باز هم فکر بدی نیست. واسه این کار هر چی بخواید داریم، ولی صادقانه بگم هاراکیری. به هر حال نمیخوام خرج روی دستتون بذارم. تصمیم با خودتونه.
معلم ورزش هر دو گزینه رو سبک سنگین کرد. خودسوزی، هاراکیری. آقای تواچ تاکید کرد. هاراکیری. تجهیزات زیادی میخواد؟ یه دست کیمونو که خوشبختانه اندازه شما رو موجود داریم و مسلماً تانتو. تانتو لباس سنتی ژاپن. آقای تواچ با جدیت حرف میزد. شمشیر تقریبا بلند رو از روی دیوار برداشت و در دستان مشتری گذاشت. خودم تیزش میکردم. به لبش دست بزنید. دل و جیگرتون رو میبره. معلم ورزش به برق تیغ شمشیر نگاه کرد و آب دهنش رو قورت داد. این تیکه ابریشمی قرمز که اینجا دوخته شده ایده پسر بزرگم بود و در واقع نقطه ورود شمشیر رو مشخص میکنه. چون بارها پیش اومده که مردم خودشون رو اشتباهی زخمی کردن. یا بالا میزدن که به قفسه سینه‌شون میخورد یا پایین که توی شکم میرفت. باید مواظب بود که آپاندیس بریده نشه. معلم پرسید: ببخشید هزینه‌اش چقدر میشه؟ 300 یورو. اوه واقعا؟ میتونم با کارت؟ چی؟ اینجا؟ با کارت اعتباری؟ حتما شوخی میکنید. آخه میدونید یه مقدار زیاده. خب مسلمه از یه بشکه بنزین گرونتره، ولی در نظر بگیرید این آخرین خرج شماست. نیازی نیست بگم که هاراکیری یک خودکشی اشرافیه. مشتری دو دل بود. وزن شمشیر رو در دستانش حس می کرد. می ترسم شجاعت این کار رو نداشته باشم. شما سرویس خدماتی ندارید؟ میشیما ناراحت شد و گفت: اوه نخیر، ما قاتل نیستیم. باید بدونید این یک جرمه. ما اینجا فقط تامین کننده نیاز مردمیم. ولی بعدش دیگه خودشون باید به کارشون برسن. وظیفه خودشونه. وظیفه ما خدمت رسانی و فروش محصولات با کیفیته. میشیما با گفتن این حرفها مشتری رو به سمت پیشخوان کشوند و با دقت کیمونو و تانتو رو بسته بندی کرد. خیلی از مردم آماتورن. میدونید از هر 150,000 نفری که دست به خودکشی میزنن 138,000 نفر شکست میخورن. اغلبشون علیل میشن و میافتن روی ویلچر. از ریخت و قیافه میافتن، ولی ما اینطوری نیستیم. ما خودکشی رو تضمین میکنیم. اگه نمردید پولتون رو پس میدیم. حالا بفرمایید، از این خرید پشیمون نمیشید. فقط یک نفس عمیق بکشید و برید سمت هدفتون. در ضمن همونطور که همیشه میگم شما فقط یه بار میمیرید. پس کاری کنید که اون لحظه فراموش نشدنی باشه. میشیما پول معلم ورزش رو توی صندوق گذاشت. وقتی باقی پولش رو پس داد گفت: صبر کنید. میخوام یه ترفند بهتون بگم. نگاهی به اطراف انداخت تا مطمئن شود کسی دور و برش نباشد. بعد توضیح داد: وقتی شمشیر رو توی دلت فرو کردی روی زانوهات خم شو. چون اگه هم عمیق نره تو، وقتی از حال بری تا دسته فرو میره. وقتی دوستات جسدتو کشف کردن خیلی تحت تاثیر قرار میگیرند. چی؟ هیچ دوستی نداری؟ خب در عوض پزشک یا آمبولانس رو تحت تاثیر قرار میدی. مشتری تشکر کرد و غرق این فکر شد که چه کار باید بکند. لوکریس یک لحظه بیا. خانم تواچ در زیر راه پله را باز کرد. ماسک ضد گازی به صورتش زده بود که صورت و گردنش را پوشانده بود. چشمان گرد و بازش بالای محفظه فیلتردار و بزرگ جلوی دهانش او را شبیه به مگسی خشمگین کرده بود. لباس سرتاپا سفیدی تن کرده بود و دستکش‌های جراحیش را از دستش درآورد و نزد شوهرش رفت. میشیما او را صدا زده بود تا درباره یکی از مشتری‌ها به او توضیح بدهد. اون خانم یه چیز زنونه احتیاج داره. صورت مگسوار خانم تواچ از پشت ماسک وزوز کرد. بعد فهمید هنوز ماسک را در نیاورده است. بندان را از سرش باز کرد و ماسک را در دستش گرفت. یه چیز زنونه. خب فکر کنم
فکر کنم سم از همشون بهتر باشه. زنونه ترین چیزیه که داریم. اتفاقا الان تو انبار داشتم سم درست میکردم. دکمه های سفید روپوش سفیدش را باز کرد و وسایلش را روی پیشخوان کنار صندوق گذاشت. سم، خب چی خدمتتون بدم؟ زن که انتظار چنین سوالی را نداشت گفت کدومش بهتره؟ لوکریس جواب داد سمهای تماسی، اسید مارماهی، سم قورباغه طلایی، ستاره شب، ژل مرگبار، وحشت خاکستری، روغن مات، سم گربه ماهی. تازه همش اینها نیست. محصولات دیگه توی قفسه تره بارند. و به بطری های فراوان آن اشاره کرد. سمهای بویایی چی؟ اونها چطورن؟ ببینید خیلی ساده است. در بطری رو باز میکنید و محتوای اون رو بو میکشید. میتونه زهر عنکبوت، نفس مرد حلق‌آویز شده، ابر زرد، زهرابه چشم بد، رایحه صحرا و از این جور چیزها باشه. اوه نمیدونم چی انتخاب کنم. اینجوری که شما میگید واقعا گیج شدم. خانم تواچ پاسخ داد ناراحت نباشید. طبیعیه که نتونستید تصمیم بگیرید. مشتری اخم کرد. خانم لوئیس از او پرسید حالا چرا میخواید خودتون رو بکشید؟ از مرگ یکی خیلی به هم ریختم. همش به اون فکر میکنم. میفهمم. خب بهت استریکنین میدم. از گیاه جوزولوقی گرفته شده. به محض اینکه بخوریش حافظتو از دست میدی. اینجوری دیگه نه دردی حس میکنی نه حسرتی میخوری. بعدش بیحال میشی و بدون اینکه بفهمی خواب به خواب میری. این یکی واقعا واسه تو ساخته شده. زن داغ دیده با کف دست چشمهایش را مالید و گفت جوزولوقی. لوکریس جسارت به خرج داد و گفت ولی اگر هم بخوای میتونی خودت سم مورد نظرتو بسازی. خیلی از زنها دوست دارند بستر مرگشون معطر باشه. مثلا با گل انگشتانه که موجوده. چند تا گل برگشو میریزی توی هاون و میکوبی. وقتی خوب کوبیدیش با آب مخلوط کن و بجوشونش. چند دقیقه بذار سرد بشه. تو این مدت برو آب دماغتو بگیر و نامه خداحافظیتو بنویس. بعد محلول جوشونده رو صاف کن. دوباره بذار جوش بیاد تا آبش بخار بشه. آخر سر یک ماده سفید کریستالی ازش باقی میمونه. خوبیش اینه که گرون نیست. مشتری از این همه امکانات پیش رویش مات و متحیر شد و نمیدانست چه تصمیمی بگیرد. اگر شما بودید کدومش رو انتخاب میکردید؟ چشمان زیبا و موقر لوکریس به نقطه‌ای در دوردست خیره شد. لحظه انگار در مغازه نبود. من راستش نظری ندارم. ما خودمونم افسرده ایم. 1000 تا دلیل واسه خودکشی داریم. ولی نمیتونیم محصولاتمون رو روی خودمون امتحان کنیم. اینطوری در مغازه تخته میشه. اون وقت کی به مشتری ها برسه؟ بعد به خودش آمد و گفت چیزی که من میدونم اینه که سیانور زبونو خشک میکنه و حس بدی بهت میده. به همین خاطر موقع درست کردنش یک کم برگ نعنا بهش اضافه کن تا دهنت رو معطر کنه. اینها هم باز پیشنهادهای دیگه‌ایه که بهتون گفتم. باز هم بخوام توصیه کنم نوشیدنی روز هست. صبر کن ببینم امروز صبح چی درست کردم؟ به سمت منوی آویزان روی پنجره رفت. با گچ رویش نوشته بود پری شنی. آره پری شنی. چرا قبلا به فکرم نرسیده بود؟ آخ چقدر حواسم پرت مادام. این مخلوطی از اون ستاست. ساخته شده از مهر گیاه، ژل مرگبار و رایحه صحرا. مشتری تصمیمش را گرفت. خوبه، همینو برمیدارم. از خریدتون پشیمون نمیشید. چقدر خنگم. چطور فراموش کرده بودم؟
این بچه هوش و حواس برام نذاشته. با سر اشاره‌ای به آلن کرد که روبروی قفسه طناب‌ها پایش را جفت کرده بود و دستهایش را روی سرش گذاشته بود. مادام شما بچه دارید؟ یکی داشتم. در واقع یه روز اومد اینجا واسه تفنگش گلوله خرید. اوه، همه چی رو زشت و سیاه میدید. هیچ وقت نتونستم شادش کنم. خانم تواچ قصه خورد و گفت کاش ما هم میتونستیم همینا رو به بچه‌مون یاد بدیم. همه چی رو چپکی میبینه. باورتون میشه؟ من که نمیدونم چی بگم. باور کنید همونطور که اون دوتا رو بزرگ کردیم اینو هم بار آوردیم. اینم باید افسرده میشد ولی همیشه نیمه پر لیوانو میبینه. دیدش مثبته. لوکریس آهی کشید و دستش را که از خشم میلرزید بلند کرد. مجبورش میکنم اخبار تلویزیون رو نگاه کنه تا روحیش خراب بشه. ولی مثلا اگه هواپیمایی با 250 مسافر سقوط کنه و 247 نفرشون هلاک بشن فقط تعداد بازمونده ها رو یادش میمونه. ادای آلن را در می آورد. وای مامان، زندگی چقدر شگفت انگیزه. 3 نفر از آسمون افتادن پایین و زنده موندن. من و شوهرم که دیگه بریدیم. باور کنید بعضی وقتا دلمون میخواد از این سم پری شنی بندازیم بالا و راحت بشیم. ولی حیف که مسئولیت مغازه اجازه نمیده. مشتری توجهش به آلن جلب شد و سمت او رفت. این گوشه چی کار میکنی؟ آلن سرش را با موی فر طلایی‌اش به سمت خانم بلند کرد. نقاشی در دستش بود که در آن چسب زخم بزرگی روی دهان بچه زده شده بود. روی ضمیمه صورتی با ماژیک یک نفر پوزخند شیطنت آمیزی کشیده بود که زبانش را درآورده بود. گوشه لبها به سمت پایین افتاده و شبیه آدم‌های زشت و شرور شده بود. مادرش در حالی که بطری سم آن زن را بسته بندی می‌کرد توضیح داد: کار ونسن برادر بزرگشه. اون از این شکلک ها میکشه. زیاد از اون زبون بیرون افتاده خوشم نمیاد ولی بازم بهتر از قهقه زدن اینه که میگه زندگی شگفت انگیزه. مشتری دستی به چسب زخم زد و آن را بالا کشید. زیر آن شکلک اخمالود و دهان چسب خورده کاملا مشخص بود که بچه‌ای میخندد. لوکریس بسته را به مشتری داد. جریمش کردن. تو مدرسه ازش پرسیدن کیا خودکشی میکنن. اون هم جواب داده بود آدمهای شاکی. ونسن جلابه‌ای با طرح بمب و دینامیت و جرقه‌های انفجار تن کرده بود. 20 سالش بود. دیوارهای اتاقش هیچ زینتی نداشت. روبروی تختی باریک نشسته و آرنج‌هایش را روی میز سنگین چسبیده به دیوار گذاشته بود و چسبی در دستانش میلرزید. فرزند ارشد خانواده تواچ ابروهای پرپشت و ریشی زبر و قرمز داشت. نفسش میلرزید و به زحمت بالا می آمد. نگاه همیشه کجش با آفتابی از زجر درونیش بود. از میگرن عذاب میکشید و بانداژ قسمت فوقانی سرش را متراکم کرده بود. لب پایینش به خاطر گاز گرفتن کبره بسته بود و پف کرده بود، در حالی که لب بالایی نازک و سرخ و لطیف بود. روی میز روبرویش ماکت عجیب و خوفناک یک ساختمان بود، در حالی که پشت سرش از آن طرف دیوار این صدا به گوش می رسید: دیم دارد دیرام رام. مامان! مادرش از آشپزخانه داد زد: چی شده؟ آلن آهنگای شاد میخونه. وای نه، بگم چی کارت کنن؟ کاش به جای این بچه تخس مار افعی به دنیا می آوردم. لوکریس به راه آمد و در اتاق آلن را باز کرد. قطعش میکنی یا نه؟ چند بار باید بهت بگم ما نمیخوایم به این سرودای شاد مزخرف گوش بدی؟ مگه ماشه خاکسپاری رو واسه یه سگ ساختند؟ میدونی این آهنگا چقدر حال برادر تو بد میکنه؟ سرش درد میگیره. اتاق آلن را ترک کرد و به اتاق ونسن رفت و روی زمین با ماکت ساختمانی فرو ریخته مواجه شد. آه، اختراع داشت تموم میشد.
رو به آلن فریاد زد: نگاه کن موسیقی چه گندی بالا آورده. واقعا باید به خودت افتخار کنی. همین لحظه پدر هم وارد شد. چی شده؟ مرلین پاهای بیحالش را روی زمین کشاند و به آنها ملحق شد. حالا هر سه آنها، لوکریس، مرلین و میشیما، دور ونسن حلقه زده بودند. خانم تواش داد زد: میگی چی شده؟ باز هم آقا پسرتون خرابکاری کرده. شوهرش پاسخ داد: اون پسر من نیست. ونسن پسر منه. مرلین پرسید: پس من چی؟ میشیما بانداژ سر ونسن را نوازش کرد. چی شد؟ ماکتت خراب شد؟ مرلین پرسید: ماکت چی بود؟ ونسن با بغض و افسوس گفت: ماکت یه شهر بازی که توش خودکشی میکنن. ماکت چی؟ میتونه برای آدم‌هایی که از زندگی سیر شدن یه کارنوال باشه. تو قسمت تیراندازی مشتری‌ها پول میدن، ولی نه واسه اینکه شلیک کنن، بلکه به این خاطر که به سمتشون شلیک بشه. میشیما روی تخت نشسته بود و حرف‌های ونسن را گوش میداد. پسر من نابغه است. فکرشو بکنید. مرگبارترین شهر بازی دنیا میشه. توی پیاده روها سیب زمینی سرخ کرده و قارچ سمی میفروشیم. بوش اشک مشتری‌ها رو در میاره. لوکریس و مرلین از این فکر در پوست خود نمی‌گنجیدند. میشیما فریاد کشید: با قارچ سمی! جعبه موسیقی آهنگ‌های غمگین پخش میکنه. گاو وحشی شهر بازی مردم رو جذب میکنه. یه پرتگاه نرده‌ای خیلی بلند هم میسازیم که عشاق میتونن دست تو دست هم خودشون رو بندازن پایین. دقیقاً انگار که از یه صخره خودشون رو پرت میکنن. مرلین دستهاش رو به هم میمالید. سر و صدای سوت و چرخ قطار با جیغ آدم‌ها ادغام میشه و اونها رو به سمت قلعه گوتیک میبره که پر از تله‌های شگفت‌انگیز و مرگاوره. برق گرفتگی، غرق شدن، دروازه‌های نوک‌تیز قلعه که پشت مردم فرود میان، بعد از خودکشی به دوستان یا اقوامی که فرد دلسرد رو همراهی میکنن، جعبه خاکستر اونها رو میدیم. آخه آدم‌هایی رو که اینجا خودکشی میکنن میندازیم تو کوره آدمسوزی. میشیما گفت: این خارق‌العاده است. پدر تو کوره کار میکنه، مامان هم بلیت میفروشه. فکرشو بکنید. یه عده رو استخدام میکنید تا لباس جادوگری بپوشن و به رهگذرای توی پیاده رو آب نبات سمی تعارف کنن. مرلین پیشنهاد کرد: من میتونم این کار رو بکنم. زشتم هستم. ونسن نقشه دیگری رو کرد. جفت کابین‌های ترن هوایی خوب به هم وصل نمیشن و با سرعت زیاد یک دفعه توی ارتفاع بالا میایستن. در حال توضیح دادن از روی ماکت تخریب شده بود که ناگهان برادرش از راه رسید و بشکن زنان وارد اتاق شد. خوشحال و شاد و خندانم، قدر دنیا رو میدانم. مادر وحشت زده بلافاصله سمت او برگشت و مشتهایش را گره کرد. بشکن زدن آلن برای پدر و مادرش عملی زشت و ناپسند به حساب می آمد. باید خدمت شما عرض کنم که ما قصد نداشتیم بچه سومی داشته باشیم. راستش آلن به خاطر پارگی اون وسیله جلوگیری که استفاده می کردیم به دنیا اومد. میدونید از همونها که به مشتریایی میدیم که میخوان از طریق بیماریهای مقاربتی خودکشی کنن. باید قبول کنید بدشانسی محض بود. فقط همون یه بار از محصولات مغازه استفاده کردیم که این بلا رو سرمون خراب شد. بازاریاب جواب داد: وسایل جلوگیری شرکت مرگاوران از این لحاظ گارانتی شدن. بایستی قبل از مصرف دقت کنید. حالا ناگهان در مغازه ظاهر شد. مادر به پسرش نگاهی کرد و آهی کشید. اینم نتیجهش. سلام مامان، سلام بابا، سلام آقای. جلو آمد
و گونه های بازاریاب را بوسید. هوا رو دیدید؟ داره بارون میاد. خیلی خوبه. به آب احتیاج داریم مگه نه؟ مادرش پرسید مدرسه چطور بود؟ عالی بود مامان. توی یک کلاس موسیقی رقصیدم و کل کلاس رو خندوندم. مادام تواچ نگاه معناداری به بازاریاب کرد و گفت میبینید چی خدمتتون عرض کردم؟ بازاریاب گونه هایش را خاراند و تایید کرد. بله همینطوره. اون دوتا چی؟ شبیه این نیستند؟ اصلاً خیلی با این فرق دارن. پسر بزرگم هرچند بی اشتها و لاغره ازش کاملا راضیم. بیشتر اوقات تو اتاقشه و درو میبنده. ولی دلم به حال مرلین میسوزه. تقریباً 18 ساله شده و اینجا احساس حماقت و بیهودگی میکنه. همیشه گرمشه و عرق میریزه. بازاریاب زیر لب منمنی کرد و کیفش را باز کرد و دفتر سفارشش را بیرون آورد. به اطرافش نگاه کرد و از بالا تا پایین مغازه را پایید. مغازه خیلی خوبی دارید. قشنگترین مغازه خیابان برگوی همینه. راستی نوای بیرون برام سوال برانگیزه. چرا روی سقف حالت برج ناقوس و مناره داره؟ اینجا قبلا چیزی بوده؟ بنای مذهبی نبوده؟ کلیسا یا همچین چیزی؟ لوکریس پاسخ داد. معلوم نیست، کسی نمیدونه. شاید هم معبد بوده. مثلا ممکنه اتاقهایی که توی راهروی طبقه بالا هستن مکان ذکر راهبه ها باشه که بعداً به آشپزخونه و اتاق غذاخوری و اتاق خواب بدل شدند. میشیما که تا این لحظه ساکت بود گفت راستی که مقدار تنابه دار برامون بیار. قبلا وقتی از تلویزیون سریال نگاه می‌کردم خودم تنابه دار می‌بافتم. مردم هم البته از محصولات دستساز بیشتر استقبال می‌کنن. ولی الان دیگه تنابهای شرکتی اومده. بازاریاب در دفترش یادداشت کرد. روی راه پله‌های منتهی به آپارتمان، آلن ظرف پلاستیکی کوچکی در دست داشت که حلقه ای را در آن فرو می‌برد و فوت می‌کرد. حباب‌های رنگارنگ و پرنور از حلقه به بیرون پرواز می‌کردند و در مغازه خودکشی بالا و پایین می‌جهیدند. از میان قفسه ها راهشان را پیدا می‌کردند و می‌رفتند. گردن میشیما با پرواز حباب‌ها می‌چرخید و سفر آنها را دنبال می‌کرد. یک حباب بزرگ و کف‌آلود به ابروهای بازاریاب برخورد کرد و ترکید. چشمانش را با دست مالید و دستش را به سمت کیفش روی پیشخان برد. شاید من بتونم فکری به حال بچه گرفتار شما بکنم. کدومشون آلن؟ نه اون نه، منظورم دختر است. توی یه شرکت یه محصول جدید تولید کردیم که برای اون خطری نداره. لوکریس تکرار کرد. برای اون خطری نداره؟ اول ماه نوامبره. تولدت مبارک مرلین. مادرش با یک سینی فلزی از آشپزخانه خارج شد. کیک تولد روی سینی به شکل تابوت بود. پدرش کنار میز گرد اتاق غذاخوری ایستاده بود. چوب پنبه بطری شامپاین را درآورد و اولین لیوان آن را به سلامتی دخترش بلند کرد. تبریک میگم عزیزم. 1 سال از عمرت کمتر شد. گاز نوشیدنی در لیوان بالا آمد. مرلین تواچ انگشت اشاره‌اش را به لبه لیوان کشید و گاز شامپاین پایین آمد. کیک با حالت محزون وسط میز کنار شام خانواده و روبروی بشقاب خالی و تمیز ونسن بود. میشیما سعی کرد برای ونسن مقداری شامپاین بریزد. نه پدر، متشکرم، تشنه نیستم. پدر چند قطره درون لیوان آلن ریخت. بفرمایی شیطون همیشه خندون. بخور به سلامتی بزرگ شدن خواهرت که دوران معصوم کودکیش رو تموم کرده و وارد بزرگسالی شده. و تازه شروع بدبختیه. دور کیک رو به تقلید از چوب صنوبر صیقلی تابوت با شکلات شیری تزیین کرده بودند.
روی آن با کاکائو تیره مثل چوب ماهون در آمده بود و گوشش کله بلند با پوست لیمویی طلایی شده بود و روی بالشی از خامه آرام گرفته بود. مرلین از خوشحالی جیغ کشید. وای، اون منم، چقدر قشنگ مامان. مادرش با تواضع تأکید کرد. همینطوره. البته بگم که این ایده بود طرح ونسن بود که گفت این کارو بکنم. طفلکی چون حالش از غذا به هم میخوره نتونست آشپزی کنه، ولی شمع‌ها رو خودش درست کرده. شمع‌ها به رنگ بیژ و مثل طناب به هم پیچیده شده بودند و آهسته در هم آب می شدند. اعداد 1 و 8 سن 18 را نشان می داد. مرلین عدد 1 را برداشت و جلوی 8 گذاشت. دوست داشتم 81 سالم بود. بعد آه خسته‌اش را روی شمع‌ها فوت کرد. میشیما دستهایش را به هم زد و گفت حالا نوبت کادوهاست. مادر مرلین در یخچال را بست و با یک بسته کوچک کادو پیچ برگشت. مرلین، به خاطر اون کاغذ کادو ببخشید. ما به آلن گفتیم کاغذ کادوی سیاه و سفید بگیره، ولی باز کار خودشو کرد و با اون لبخند دلغکانش با این کاغذهای رنگاورنگ برگشته. دیگه خودت میدونی برادرت چجوریه دیگه. خب اینم از طرف من و بابات. تقدیم به تو که حالا دیگه بزرگ شدی. مرلین با دقت کادوی والدین را باز کرد. یه سرنگ؟ چی توشه؟ یه سم مهلک. اوه مامان، بابا، بالاخره بهم اجازه دادید خودم رو بکشم. درست فهمیدم میتونم این کارو بکنم؟ مادرش چشمانش را بالا برد و گفت خودت نه، بلکه هر کی رو که ببوسی. چطوری؟ این آمپول پیشنهاد شرکت مرگاورانه. اون رو توی رگ تزریق میکنی. هیچ بلایی سرت نمیاد. مریضم نمیشی، ولی باعث میشه بزاقت سمی ترشح کنه که هر کسی رو که میبوسی بکشه. هر بوسه تو به مرگ منجر میشه. میشیما گفت توی مغازه جایگاه خودت رو پیدا میکنی. میدونی من و مادر تصمیم گرفتیم این وظیفه رو بهت بدیم که توی قسمت تره بار باشی و مشتری هایی رو که داوطلبانه این نوع خودکشی رو انتخاب میکنن با یه ماچ به درک بفرستی. بوسه مرگ. مرلین که تا الان آرام نشسته بود بلند شد و از شوق به لرزه افتاد. پدرش گفت ولی باید یادت باشه ما رو نبوسی ها. مامان، چطور ممکنه سمی بشم ولی مسموم نشم؟ لوکریس مثل یک متخصص توضیح داد. به حیوانات نگاه کن. اونها چطور اینجورین؟ مار و عنکبوت با اینکه سم توی دهنشونه صحیح و سالم زندگی میکنن. خب تو هم همینطوری میشی. میشیما شریان بند را روی دست دخترش بست. مرلین چند ضربه به روی آرنجش کوبید و همانطور که آلن به او نگاه میکرد نوک سوزن را درون رگ خود فرو برد. اشک در چشمانش جمع شده بود. میشیما پرسید خیلی خوب. شما پسرها چی آوردید؟ واسه خواهرتون چه کادویی خریدید؟ ونسان استخوانی با سر همیشه بانداژش یک بسته بزرگ از زیر میز بیرون آورد. مرلین بسته را گرفت و باز کرد. ونسان درباره هدیه‌اش توضیح داد. این یک کلاه ایمنی موتور سواریه که با فیبر کربن ضد ضربه شده. شیشه جلوشو خودم تقویت کردم. داخلش 2 تا دینامیت جاسازی کردم که با این بندها فعال میشه. اینجوری اگه یه روزی پدر و مادر اجازه بدن که ما خودمون رو نابود کنیم، کلاه رو سرت میکنی و بندها رو میکشی. کلت بدون اینکه در و دیوار رو کثیف کنه منفجر میشه. لوکریس پسرش رو ستایش کرد. عجب فکر بکری، فکر همه جا رو کرده. میشیما هم زبان به تمجید ونسان گشود. پدر بزرگم هم دقیقاً همینطور بود. مخترع و مبتکر. تو چی آوردی آلن؟ کادوی تو چیه؟ پسرک 11 ساله
جعبه بزرگ ابریشمی را باز کرد. مرلین سری آن را قاپید و دور گردنش انداخت و فشار داد. وای، یه شال واسه دار زدنم. آلن لبخند زد. اوه نه، واسه که فشار دادن گلود نیست، باید بندازی رو بدنت. مادرش که داشت تکه‌ای از کیک تابوتی رو برای ونسن می‌برید، با عصبانیت گفت: چی براش خریدی؟ آلن گفت: با پول تو جیبی خودم خریدم. حتما هم با پولی که توی 1 سال گذشته ریختی تو قلکت این رو خریدی. بله. لوکریس با تکه کیک که در دستش بود ایستاده بود. من که از این کارا سر در نمیارم. میشیما هم تاکید کرد. واقعا پول هدر دادنه. مرلین به خانواده‌اش نگاه میکرد و شال ابریشمی را آهسته دور گلویش میکشید. نمیبوسمت، هرچند که خیلی دلم میخواد. شب فرا رسید. مرلین در اتاقش لباسهایش را درآورد و شروع کرد به ور رفتن با جعبه ابریشمی. حرکاتش شبیه رقص شد و انعکاسش بر شیشه پنجره افتاد که از پشت آن دختر آقا و خانم تواج شال ابریشمی را در هوا به پرواز در می آورد و دور خودش می چرخاند. هنگامی که ابریشم به شانه‌هایش می خورد، لرزه‌ای بر پشتش می آمد و کمرش را خم می کرد. اجازه می داد این پارچه خوش‌جنس روی بدنش بلغزد. جنبش شال در هوا مثل حرکات نرم یک رقصنده بود. مثل چتری آهسته روی صورت مرلین فرود می آمد. چشمانش را بست، نفسش را بیرون داد و ابریشم دوباره در هوا به حرکت درآمد. 2 گوشه پارچه را گرفت و آن را همچون بازوان مردی که او را در آغوش گرفته بود دور کمر و شکمش می چرخاند. مرلین دولا می شد و شانه‌های سستش می افتاد و دوباره راست می شد. وقتی کادوی آلن از کمرش بالا می رفت و بر سینه‌اش می سرید، بیشتر گر می گرفت و سرخ می شد. دستش را پشت گردنش می کشید. مرلین از اینکه خود را اینگونه می دید متحیر شده بود. بازتاب حرکاتش بر پنجره اتاق می افتاد. کمرش را قوس داد و خم کرد. اندامش از پشت عالی بود و کفلش تنها کمی چاق بود. بند ابریشمی دوباره حرکت کرد و برای این دختر متحیر هارمونی بدنش را آشکار کرد. او زیباترین دختر این منطقه بود و هیچ دختری به خوشگلی او نمی رسید. کادوی برادر کوچکش محشر بود. بند ابریشمی به رقص شهوانی و هیپنوتیزمی خود روی پوست مرلین ادامه میداد. چشمان او از خلسه‌ای خشک برایش تازگی داشت خمار شده بود. ولی آیا تنها همین بود که برایش شناخته میشد؟ آیا مرلین به مونرو بدل میشد؟ مرلین دهانش را گشود و بین لبهایش بزاقی مرگاور خودنمایی کرد.